نکته سوم از 51 اینه که تصور کنید پدرتون فوت کرده. میگه شما فکر کن تا الان به خاطر نظر پدرت زندگی میکردی و پدرت الان فوت کرده. حالا از خودت این سوال بپرس: احساس آرامش داری؟ اگه قرار نبود که انتظارات پدرتو برآورده کنی چطوری زندگی میکردی؟ اگه نیازی نبود که شایستگی تو به پدرت ثابت کنی چطوری زندگی میکردی؟ اگه سرزنش‌های پدرت ناراحتت نمی‌کرد چطوری زندگی می‌کردی؟ حالا تو 3 روز آینده یکی از کارهایی که به خاطر تایید بقیه تا الان انجامش ندادی و امتحان کن. حالا ما گفتیم پدر ممکنه واسه هر کسی فرق کنه. شما نگاه کن تا اینجای زندگی به خاطر نظر کی زندگی کردی و تو 3 روز آینده یک کار انجام بده براش.